سلام دوستان، وقتتون بخیر. با اصطلاحات جدید در خدمتتون هستم. اصطلاحات بسیار کاربردی و روزمره در ترکی استانبولی. قبل اینکه بریم حالا اصطلاحاتمون رو بخونیم، حتما پیج رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید که حالا مطالب زیادی در ادامه با هم خواهیم داشت. خب بریم سراغ اصطلاحاتمون. اصطلاحات بسیار مهم و کاربردی. عافیت olsun. عافیت olsun به معنی نوش جان. هنگام غذا خوردن، آب خوردن، آب میوه خوردن، قهوه خوردن، اینا میگن حالا عافیت olsun. عافیت olsun یعنی نوش جان. مورد بعدی، ای درسler. درس خوبی داشته باشید. هنگام حالا درس خوندن، اینها در کلاس یا هر جایی میگن ای درسler. درس خوبی داشته باشید. مورد بعدی، bol şanslar. bol şanslar یعنی شانس خوبی داشته باشید. خب هنگام حالا مسابقه ای و حالا یک رقابتی چیزی میگن بول شانسلار. شانس خوبی داشته باشید. مورد بعدی، çok yaşa. çok yaşa. çok yaşa زنده باشی، به معنی زنده باشی است. زمانی به کار میبرن که به طور مثال عطسه کنه طرف، حالا یکی عطسه کنه میگیم çok yaşa. çok yaşa یعنی زنده باشی. هنگام عطسه کردن میگن بیشتر. مورد بعدی، خب مورد بعدی، özür dilerim. özür dilerim به معنای معذرت میخوام. عذرخواهی کردن، حالا یک کار اشتباهی کردیم، میخوایم از طرف مقابل حالا معذرت خواهی کنیم، میگیم özür dilerim. معذرت میخوام. özür dilerim معذرت میخوام. پس هنگام معذرت خواهی کردن این اصطلاح کاربردی مورد استفاده قرار میدیم. خب مورد بعدی، iyi geceler. iyi geceler یعنی شبتون بخیر، شب خوبی داشته باشید، شبتون بخیر. هنگام حالا خواب میگن iyi geceler، شب بخیر. خب مورد بعدی، geçmiş olsun یعنی به خیر بگذره، به معنی به خیر بگذره. حالا رفتیم پیش یک مریضی، بیماری، میگیم geçmiş olsun، به خیر بگذره. یا حالا کسی یک اتفاق بدی از سر گذرونده، میگیم geçmiş olsun. geçmiş olsun به خیر بگذره. خب اینها اصطلاحاتی بودن که خیلی مهم و کاربردی هستن. به ترتیب باز ازشون براتون میخونم. عافیت olsun. عافیت olsun نوش جان. ای dersler درس خوبی داشته باشید. bol şanslar شانس خوبی داشته باشید. çok yaşa زنده باشی. özür dilerim معذرت میخوام. iyi geceler شب بخیر، شبتون بخیر. مورد بعدی، geçmiş olsun به خیر بگذره. لایک و سابسکرایب یادتون نره.